بیش از 98,000 نفر ساکنان ولایت سوخت امروز در خارج قرار دارند. بیشتر آنها به فدراسیون روسیه به مهاجرت مهنتی رفتند. تحلیل‌های آماری ریاست خدمات مهاجرت نشان می‌دهد که از این رقم زیاد از 70,000 نفر را جنسی مرد تشکیل می‌دهد. سردار این خدمات سید کمالزاده تحلیل‌های مذکور را در تکیه به معلومات بخش خدمات مهاجرت در فرودگاه بین‌المللی خوجند و ایستگاه راه آهن دوام 6 ماه پیشنهاد نمود. مرحله اولی پرسش سرتاسر حولی به حولی گذرانیده شد. از روی نتیجه های جمع‌بستی پرسش به حالت 01/06/2022 از حساب ساکنان ولایت سوخت 222,115 نفر در مهاجرت قرار دارند. از جمله شماره عمومی زنها 46,617 نفر، مردها 175,498 نفر می باشند. دوام 6 ماه اول سال 2022 1080 نفر ساکنان ولایت سوخت از کشورهای خارجی بیرون شدند، یعنی دپورتاسیون گردیدند. 971 نفر آنها را زنان تشکیل میدهند. این نشاندار نسبت به همین دوره سال گذشته، یعنی شماره دپورتاسیون شدگان کم است. بیش از 500 حالت دپورتاسیون را کم به قید گرفتند. نوبسته به این کوچ بستن عائله‌های تاجیک به کشورهای خارجی و مخصوصاً به فدراسیون روسیه جای دارد. بیشتر عائله از شهر کنی بود اونجوری. از جماعتی رو بود. شماره نابالغان هم هستن شماره کودکان نابالغان با ما معین است برای اینکه مهاجرت مهنتی از سن 18 سالگی است. واسه مهاجرت و ما فقط مهاجران مهنتی رو باید میگیریم. اون کودکان نابالغانی که با هوای پدر و مادر میرن البته در پرسی در بدن هست که زیاده از 7,000 اسیدی میرسه. نشست مطبوعاتی نمایندگان خدمات مهاجرت در همجایی با ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی در ولایت سوخت گذرانده شد. مسئولین از فعالیت 6 ماهه اول سال 2022 معلومات پیشنهاد نمودند. شیر محمد گل محمدزاده راهبر ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی نشانداد سطح بیکاری را تحلیل نموده تاکید کرد که رقم آماری رسمی سطح بیکاری در ولایت 1.1% را تشکیل می‌دهد. یعنی خط در سر رسمیات میکنیم. ما سطح رسمی بیکاری معین میکنیم از حساب شماره بیکارانی که رسما در قید هستند، از حساب نفرانی که در اقتصادیات مشغول هستند. یعنی در اقتصادیات مشغول بودن هم بیکاران حساب میشن، هم نفرانی که در ساحه گوناگون فعالیت میکنند. و سطح رسمی بیکاری از روی ثبوت‌های 3 ماهه ما هم وقت فرق کرده میسته از دوره 1 تا 1.2%. و چقدر گفتم قبلا من همین چیز گفتم بسیاری ها ناراضی کردن چقدر شماره بیکاران زیاد است و نیتی رسمی کم است. برای این عین حال این چیز رو دو بار دیگه تکمیل میکنم. 7,871 نفر رسما در قید ساحه هستند و طبق ثبوت آماری که در ما هست 1.1% رو تشکیل میده. در ولایت سوخت 67 نفر مهاجران مهنتی که دپورتاسیون شدند با جای کاری دائمی تامین گردیدند. 88 نفر باشد به آموزش کسب و هنر جلب شدند و به 31 نفر قرضهای امتیازناک داده شده است تا صاحب کاری را آغاز نمایند. در نشست مطبوعاتی گفته شد که 980 نفر ساکنان توسط کوتا در این مرحله به کار قبول کرده شدند که 46 از 17% نقشه برنامه را تشکیل نموده است. وابسته به نفرانی که از مؤسسه‌های اجرایی جزای جنایی چه طریق عفو و چه طریق اجرای جزا آزاد کرده میشوند، در این دوره در مجموع 176 نفر شهروندان مراجعه نمودند که از اینها 152 نفرشون مرد و 152 نفرشون با قید گرفته شدند و از 152 نفر 153 نفرشون مردان و 6 نفرشون زنان میباشند که با حالی که اینا قربانی کرده شد و در نتیجه 89 نفرشون وجوه کاری تامین کرده شدند و با نظر داشتی در قید بودگانی یعنی سابق محبوسانی که بیشتر در قید بودند و کمک پولی نگرفته بودند در مجموع در این دوره بر 271 نفر اونها کمک پولی‌های دوره بیکاری پرداخت کرده شد. و همچنین در مجموع در ولایت با برابری نفران از محبس آزاد شده، همچنین با جوانان اسف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان رخصت شده و همچنین با نفرانی که جای کارشان اختصاص شده است. ما در مجموع در ولایت با 1791 نفر شهروندان و مبلغ 832 از 5000 سومانی کمک پولی دوره بیکاری
пардохт карда шуд ки ин низ яке аз самтҳои фаъолияти мақомоти меҳнат ва шӯъбаи ҳаволӣ мебошад ва давра ба давра дар асоси он маблағҳое ки аз агентии суруғати иҷтимоӣ ва нафақа ва ҳам аз бюджети ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба барномаи давлатии мусоидат ва шуғли аҳолӣ ҷудо карда мешаванд, пардохти мунтазам пардохти кӯмакпулии давраи бекорӣ ва шаҳрвандони бекор ба роҳ монда шуд ва ҷиҳати муваққатан ба шуғл ҷалб намудани нафарони дар қайдида дар ин давра 939 нафар ба муддати 1 моҳ ба корҳои ҷамъиятии музноб сафарбар карда шуданд. мутахассисон иттилоъ доданд ки дар нимсолаи аввали соли равон 939 нафар сокинони бекор ба корҳои ҷамъиятии музноб ҷалб шуданд, яъне ин гурӯҳи сокинони бекор ба корҳои ободонию кабудизоркунии ҳудуд, минтақаҳои истироҳативу сайёҳӣ, корҳои обёриву ирригатсионӣ ҷалб гардиданд. гузориши Мафтунашкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилооти хабар.